طرف نه وای طرفی سوی درآمد آوسون شبو نیمشه مسرواده میپرتول اینجا به işkembe گوسفندای مودگی مالهای مودگی وعده پرافتی که ما همیشه گور کده عاجیتی همون اینجا سکام مولده و فرزندای بچهای مایده های گیزنش ممکن هم یک دیده برویتون ماستری اصلا همین تازگی این افلاسی‌های ساحل سوی خوجه بقیرخان است که چند کیلومتری آن از حدود جماعت دهاتی یاوه می‌گذرد. ساکنان این اطراف از پرتوهای زیادی بدبوی و هم سگ‌ها که گله می‌گردند شکایت می‌کنند. میگویند والدان از آن خاطرند که هر صبح کودکان به مکتب و کودکستان می‌روند و در این فرصت بیشتری آنها زیر حمله سگ قرار می‌گیرند که آن باعث نگرانی است. سبب اصلی بیشتر شدن سگ این پرتوها می باشد که بین آن چارواهای خرد و بزرگی مرده را پیدا کردن ممکن است. همین پامپر سر کرده تا işkembe تا همین چیزی مردگی وعده پرافتا میگیرن. همین بوشم میبرد. ها بوش میبرد چون نه. کی جای مراجعت کنه شب میبیاد میپرتون میگریزه من اونس آبش به احتیاجی پامپر سوی وعده پرافتگی. همین زیب موسر منه روخه کنده روخاو برای که پولکی اونجا 20 سوم 30 سوم میگیره برای همون شب میبیام بعد ساعت 12 شب میپرتم میبرم همین گوهر عثمانова ساکن 63 ساله جماعت دهاتی یاوه می باشد و در کوچه رودکی این منطقه بیش از 10 سال این جانب زندگانی می کند. میگوید افلاسی‌های نزد خانه استقامتیش را که باعث زیاد شدن سگ‌ها می گردد همه روز تازه می کند ولی نابسته به این ساکنان اطراف در نیمه شب پرتو می پرتویند که باعث ویران شدن هوای اتمسفری و اینچنین زیاد شدن سگ‌های دایدو و بی‌صاحب می گردد. Tabi bana این طرفو میبیاد این طرفو میبیاد محاله اونده های اون طرف میبیاد همین 15 تا گویم میشه همش برار من بالی سنگ رو خورفته میگیرد و اکر دوزی یک شبانده برامده سنگ واس کند گنده گفته سنگ میخورونم ده کن اگر رد کنن اگر من اینجا پخته میکنم دورنی پخته پوری کوچک میشه بچه دور میشه کلون میشه همش مول میشه اکو بعضی عمده وای میکنه یک بار اونده همیشه انداختگی بود نمیدونم اطراف کالخوز میگیجا همین که سال کم شدی بود اکو با از دیگه مول منیم بیگانی شود منیمجا مول دیکن محاله ها خو میره منه 5 تا 6 تا هر روز بیام بچه راو گذاشتم به گرنگ میشه بچم های منه موهای باید کتون ناز دیکن در همین حال مسئولین از جماعت دهاتی یاوه میگویند که آنها از مشکلات جای داشته آگاهند و همه روزه بهره بلند برداشتن معرفت اکولوژی ساکنان کاربری مینمایند. رانا خولماتова معاون رئیس جماعت اوید به مسئله های رشد اجتماعی و جامعه ابراز می‌دارد که برطرف نمودن افلاسی‌ها بر ذمه کارخانه واحد دولتی کمونالی صفا میباشد که کارمندان آنها از روی نقشه کاربری میکنند. همیشه شخصیت‌ها در جماعت روبرو شدن ممکن که پرتوهای خود را نزد سوی نزد جای‌های مثال همین زمین‌های نزد خوجگی برآورده می‌پرتایند و در اساس ان همین ما در کمیته محله ها با رئیسان کمیته محله ها با فعالان شخصان فعال صحبت ها دایر می‌نماییم همزمان جلسه ها گذرانده ایستادیم که همین پرتوهای بی صاحب باید که از بین برداشته شوند و همه روزه اویدی این مسئله کارخانه کمونالی صفا کار کرده ایستاده است. اویدی مسئله سگ‌های دایدو باشد وقتی که از شهروندان به ما درخواست می شود و ما این درخواست رو به مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفورов پیشنهاد میکنیم و در همکاری با همین مقامات با حکومت ناحیه باباجان غفورov سطح دایدو را قید کرده می شود و حاضر باعث تشویش است که امروز در همین سایه خوجه بقیرخان که از مرکز جماعت دهاتی یاوه میگذرد همین سگ‌ها زیاد شده‌اند و ما همه روز همکاری داریم و ما رئیسان کمیته محله ها مراجعت میکنند شهروندان مراجعت میکنند و ما حرکت میکنیم که همین رو در دوام همین سال 2022 چاره‌جویی نماییم. مسئولین جماعت دهاتی یاوه بهر پیشگیری پرتوها و افلاسی‌های حدود ساحل سوی خوجه بقیرخان 1 مارس سال روان حشر عمومی تشکیل نمودند تا سری وقت از افلاسی‌ها که سرچشمه بیماری‌های سیرایتی میباشد پیشگیری نمایند و تاکید کرد که جماعت دهاتی یاوه یکی از جماعت‌های کلانترین بوده در آن 25 کمیته محله ها
عمل میکند و مشکلات و معمای ساکنان طریق عریضه ها قبول و موردی بررسی قرار میگیرد. در موردی بی‌ضرر کردن سگ ها باشد در سال 2022 اکنون کار را شروع میکنند. گزارش مفتون شکر و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.